فرمانده تیپ 37 نور، فرمانده قرارگاه به کلی سری نصرت و فرمانده سپاه امام جعفر صادق. همه اینها یک نفر بود. علی هاشمی، فرماندهی که نامش کمتر شنیده شده. البته رزمندگان جبهه ها هم هاشمی را با این سمت ها نمی شناختند، چون خودش القابی داشت که با آنها معروف بود: سردار هور، سردار خیبر و یا خطشکن. هاشمی متولد اهواز بود و پیش از آن که در 27 سالگی شهید شود این لقب‌ها را به دست آورده بود. بیشتر هم به دلیل نبوغ نظامی آشکار و طراحی عملیات خیبر در سال 1362 که نخستین عملیات استراتژیک تهاجمی ایران بود و به تصرف جزیره مجنون منجر شد. هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت پر رمز و رازترین قرارگاه به کلی سری دفاع مقدس بود که اغلب نیروهای آن از افراد بومی بودند و توانستند 420 عملیات شناسایی را بدون لو رفتن حتی یکی از آنها انجام دهند. بسیاری از فرماندهان و رزمندگان تعریف کردند که در روزهایی که بعثی‌ها در جبهه دست ما را خوانده بودند و فهمیده بودند چگونه عملیات می‌کنیم و هنگامی که جنگ در بنبست بود، علی هاشمی با آن قرارگاه به کلی سریش چاره‌ساز و راهگشا بود. رهبر انقلاب هم علی هاشمی را سردار جوان عرب خوزستانی نامیدند و در یک سخنرانی این چنین از وی یاد کردند: در خوزستان جوانهای عرب ایستادند در مقابل رژیم صدام، در مقابل تهاجم رژیم صدام. اونام عرب بودن، اینام عرب بودن، اما این عرب ایستاد. شهید علی هاشمی، سردار جوان عرب خوزستانی، اهوازی، اهل سوسنگر، اسم اینها فراموش نخواهد شد. اینا ایستادن. اگرچه درباره این سردار جوان کم گفته و شنیده شده، اما اتفاق خوب این که امسال جشنواره فیلم فجر میزبان 2 فیلم درباره علی هاشمی است. ریال اینجا به زور گیرمون میاد، دلار، دینار همینطور ریخته تو دست و بالت. چند تا خونه هم داری علی؟ نه قرار شهید بشی، نه کسی رو بکشی، نه اسیر میشی، نه اسیر. اشک هور و اسفند هر یک جداگانه بخشی از زندگی و زمانه علی هاشمی را به تصویر کشیدند.